از یک سو که میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان توافقنامه صلح در کابل امضا شد، اما از سوی دیگر این رویداد با واکنش‌های از سوی برخی ها به همراه بوده است. چنانکه طرفداران حزب همبستگی افغانستان در واکنش به آن دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضد گلبدین حکمتیار سر دادند. اعتراض کنندگان که در پارک شهر نو گرد آمده بودند گفتند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ویرانسازی کابل دست داشته است و باید به جای چنین امتیازها از سوی حکومت وی محاکمه شود. سیله غفار سخنگوی این حزب به رسانه ها گفت: امی رقمی که طی 15 سال گذشته مهمترین مورای حزب دمی حکومت بود، بجز تباهی و خونریزی و فساد هیچ کار دیگی به مردم افغانستان انجام نداد. آوردن ازی هم هیچ سودی به مردم افغانستان نداره. توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پس از 7 ماه گفتگوها میان دو طرف سرانجام روز پنجشنبه به امضا رسید. بر بنیاد این توافقنامه در کنار دیگر امتیازها میان طرفها فیصله شده که بر تمامی اعضای این حزب مسئولیت قضایی داده شود و همچنان نام آنان از فهرست سیاه سازمان ملل برداشته شود.